در مورد ریبن بخوام توضیح بدم، سال 1963 شرکت بوشنلان با آمریکایی که شرکت تهیه تولید کالای پزشکی بود، به سفارش نیروی هوایی آمریکا اومد یه مدلی رو طراحی کرد به نام اویتور که حالا یه همچین مایه‌هایی داشته، حالت تخم مرغی‌هایی که حالا عموم میگن حالت تخم مرغی. اویتور برای نیروی هوایی آمریکا اینو تولید کرد و توی جنگ جهانی دوم بود که خیلی مورد استقبال خلبانا و سربازهای اون موقع شد و اسم ریبن از اونجا شکل گرفت. ریبن های قدیم بودن تا مثلا 30 سال پیش گوشه های شیشه همیشه BL میزد که مخفف شرکت بوشنلان بود. رفته حالا با تولید برندهای مختلفش مثل حالا سری های البته مختلفش مثل سری ویفرر یا کلاب مستر و ران، تو سال 1999 میلادی شرکت لوکزوتیکای ایتالیا مالکیت و حق امتیاز ریبن رو خرید و در حال حاضر مالک ریبن کشور ایتالیا و لوکزوتیکا هست. لوکزوتیکا کمپانی مادریه که خیلی از برندها توی اون تولید میشه، مثل پرسول، مثل اوکلی و خیلی دیگه از برندها. یه خرافاتی در مورد ریبن داریم که